با درود و سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون هرات، محمد ویس توخی هستم. با یکی از برنامه‌های هراتگری در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امید است هر جا که ما را می‌بینید، تصویر ما را مشاهده می‌فرمایید، دارای صحت و عافیت باشید. عزیزان، نوبت برنامه این هفته ما هست معرفی بزرگترین مسجد جامع هرات. عزیزان، تا آخری برنامه با ما باشید. این مسجد جامع را و شما تا آخر معرفی می‌کنیم. امید است که این برنامه ما مورد پسند و علاقه شما قرار بگیرد. با ما باشید. مساجد در اسلام. در قلمرو معماری مهمترین دستاورد صدر اسلام توسعه و گسترش مساجد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسجد الحرام مکه شریف را قبلگاه دین جدید اعلام نمود. کتابت و کتیبه نویسی نه تنها پاره جزء لاینفکی از تزیین عمارات و گاهی اشیاء هنری شد، بلکه اهداف و نیات آنها را به نمایش گذاشت. مسلمانان از همان روزهای نخست اقدام به ساختن مساجد کردند و با افزایش تعداد مساجد اشکال معماری نیز رو به گسترش نهاد. حقیقت این است که مسجد به تمام معنا بنایی است اسلامی و از این دیدگاه جلوه‌گاه تمام رمز و رازهای معماری اسلامی می باشد. بررسی دقیق عملکرد این بناها به فهم عمیق ما از مزایای فرهنگ اسلامی کمک می کند. مسجد بنای نمونه‌ای است که عالی‌ترین سازه‌ها را در معماری اسلامی به وجود آورده است. مسجد به این نیت ساخته شده که باقی بماند، برخلاف بناهای غیر مذهبی که با وجود تزیینات فراوان ساختاری سست داشته‌اند. همین امر باعث پایداری مساجد نسبت به دیگر بناها شده است. در صدر اسلام به سرعت مسجد تبدیل به مرکز اداره جامعه در حال گسترش مسلمانان گردید. در این مکان عبادت می شد، اجتماعات بزرگ برپا می گردید، از قطعات نظامی دیدن به عمل می آمد و برای حل و فصل قضایای حقوقی استفاده می گردید. بیت المال در آن نگهداری می شد و شوراهای نظامی تشکیل می گردید. مساجد جامع نه تنها ابعاد بزرگتر داشته و دارند، بلکه تزیینات بیشتری را دارا می باشند. مشهورترین مساجد بعد از یک نسل از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عبارتند از فسطاطه، قیروان، کوفه و بغداد.
و اما مسجد جامع بزرگ هرات. مسجد جامع بزرگ هرات نه تنها یکی از بزرگترین مساجد افغانستان است، بلکه یکی از بزرگترین، زیباترین و دیدنی ترین آبادات تاریخی کشور عزیز ما افغانستان به شمار می رود که سالانه هزاران توریست و جهانگرد وارد افغانستان شده و برای دیدن این آباده زیبای تاریخی می آیند. همچنان خود افغان‌های مقیم در سایر شهرهای کشور و دیدن این مسجد بزرگ و دیدنی می آیند. همچنان اهالی هرات از نقاط دور و نزدیک برای ادای نمازهای جمعه، نمازهای عید در ماه مبارک رمضان، نمازهای تراویح، فاتحه خوانی، نمازهای جنازه و برگزاری مراسم مذهبی و بعضی از اوقات مراسم سیاسی در این مکان حضور به هم می‌رسانند. مسجد جامع بزرگ هرات باستان در زیباترین موقعیت شهر قدیم هرات قرار دارد. بنای نفیس و یادگار مبارکی از نیاکان یکتاپرست و اجداد هنرمند ما است. مسجد جامع بزرگ هرات در طی چندین هزار سال موجودیت خود در دوره پیش از اسلام عبادتگاه و آتشکده آریاییان زرتشتی و یکتاپرست بوده و این خود نشان می دهد که نیاکان ما قبل از ظهور دین مقدس اسلام به یک خالق ایمان داشتند و دارای عقیده یکتاپرستی بودند و این هوشیاری و فهم گذشتگان ما را نشان می‌دهد. در سال 29 هجری قمری در زمان خلافت خلیفه سوم اسلام امیرالمومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهم لشکر دین مقدس اسلام وارد هرات شد و آن را تسخیر نمود.
و مردم هرات که قبلا زرتشتی مذهب بودند دین حق و راه نجات را پذیرفتند و مسلمان شدند و آتشگاه بزرگ هرات را تبدیل به مسجد جامع نمودند که آن همین مسجد جامع بزرگ هرات است.